عبادت از جمله اموری است که همه مسلمانان با آن اتفاق نظر دارند که تنها برای خداوند متعال صورت میگیرد. در این موضوع هیچ احد مخالفت ندارد، بلکه فلسفه ارسال پیامبران و ایجاد این کائنات تنها برای عبادت خدا بوده است. اما آنچه مهم است این است که حقیقت عبادت دقیقاً چیست و مرز این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون تکریم و احترام و اطاعت و تبرک در کجاست. سلام و وقت شما بخیر بیننده های عزیز تلویزیون هلال. من صلاح الدین ایوبی هستم و ما از ویژگی های افراد سالم یا صالح صحبت میکردیم در برنامه امت وسط و یکی از اون ویژگی ها همون عبادت درست بود. در نخست جناب استاد را خوش آمدید میگم، استاد صهیب رؤوفی، پژوهشگر مطالعات اسلامی و همچنان استاد دانشگاه. خیلی خوش آمدید جناب استاد. زنده باشید، بخیر باشید. تشکر. خب جناب استاد، در این مورد ما صحبت میکردیم که عبادت درست یعنی چی؟ عبادت، خود مفهوم عبادت چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در مورد عبادت وقتی که خواسته باشیم صحبت بکنیم، عبادت معنای از او در لغت به معنای فرمانبرداری هست، به معنای خضوع فروتنی هست. این معنای لغوی از این هست و عبادت همین معنا را با خود داره و علما در مورد از قدیم الزمان تا به امروز صحبت ها داشتن و قضایا را در پیرامون ریشه از این کلمه که عبده هست از عین و با و دال گرفته شدن و همه مفاهیم اشاره به همین فروتن بودن، خاری، خاضع بودن، فرمان برداری کردن در همین معانی میپیچه. اگه کل فرهنگ های لغت را شما مراجعه کنین از همین محدوده میباشه. و اما عبادت در اصطلاحی که ما به او صحبت میکنیم علما در مورد از او گپ زدن. مثلا امام مودودی رحمت الله علیه میگه که فرمان برداری و خضوعی که بنده در مقابل فرمانروای خود خدای خود می داشته باشه و یک قضیه را به او اضافه میکنه که این حس فرمانبرداری و خضوع باید همراه با باور قلبی باشه. بله. و او وقت است که این معنا پیدا میکنه. بله. پیش از این امام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بعد از او شاگرد از او ابن قیم و دیگرها که در مورد از صحبت کردن در این مورد گفتن که عبادت هست اطاعت و فرمان برداری و خضوع کامل و چی در کنار از این عنصر دیگه همیشه صحبت از او کردن که محبت هست. میگن که اطاعت و خضوع نهایی جمع محبت نهایی نسبت به او خالق که هست و معبود. این معنای از او عبادت هست. بله. چنانچه که شیخ محمد عبدهو جمله را میگه که عبادت اطاعت توأم با نهایت خضوع. بله. محمد عبدو امو چیری میگه که مودودی صاحب رحمت الله علیه بعد از او هم همین گفته. صرف مودودی صاحب میگه که در کنار از او باور قلبی مهم است. یعنی ما اگر جمع بتانیم چی بکنیم که اینا با هم تفاوتی نداره، چون وقتی که عبادت از روی فرمانبرداری و خضوع و نهایت محبت شد طبیعی باشه که بعد از او چی می باشه؟ اطاعت و فرمانبرداری از روی محبت می باشه و این تا یک چی احساس قلبی وجود نداشته باشه، باور قلبی وجود نداشته باشه، برای او چیز او محبت و اطاعت در پی از او نمی باشه. در این مورد صحبت میکنم بیشتر جناب استاد. چرا ما باید خداوند را عبادت کنیم؟ در مورد از این که چرا خداوند عبادت کنیم، هدف از عبادت چی است؟ هدف از خلقت انسان عبادت، ولیکن هدف عبادت چی است؟ در این مورد میتونیم ما قضایای مختلفی را سر از او بحث بکنیم و گپ بزنیم، ولیکن یک نکته اساسی همیشه در یک قضیه یک هدف اساسی می باشه. هدف اساسی عبادت که هست او ما گفتیم انسان الله متعال
آفرید انسان برای خود و برای عبادت خود. صحیح شد؟ این حق الله متعال هست بر بنده از او که عبادت بکنه. نکته اساسی همین است که عبادت حق الله متعال هسته و به او خاطر ما در کل رسالت ها که آمده نکته اساسی و اتفاقی که بوده همین بوده. همه پیامبران اگه به قرآن کریم شما مراجعه بکنین وقتی که آیات مختلف میگن یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، در آیات مختلف با تعابیر مختلف قضیه عبادت و عدم شرک ذکر شده. ولقد بعث الله في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادت خدا رو بکنین و اجتناب طاغوت بکنین. این قضیه اساسی می باشه، این حق الله. روزی معاذ رضی الله عنه میگه در پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله در مرکب نشسته بودم، پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما گفتن که میفهمیم که حق خدا بر انسان ها چی است؟ گفتم چی است؟ باز گفتن که ایعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، که او عبادت کنن و برای از او شریک نیارن. این حق الله متعال است. طبعا در قضایای از این اهداف دیگه هم ضمنی هست. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که عبادت اصلا غذای روح هست. انسان موجودی که خلق شده از ماده و روح ضرورت به یک چی داره، به او خاطر این عبادت غذای روح هسته. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که قلب از دو جهت به الله متعال احتیاج داره. یک به خاطر از یک طرف یک جهت عبادت است و از جهت دیگه توکل هست و به این ترتیب است که ما معنای قول الله متعال وقتی که میگیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا عبادت است، قلب آرام میگیره. وقتی که شما عبادت میکنین پیش خداوند خود استاد هستین و با او راز و نیاز میکنین، گفتگو میکنین، عبادت از او رو درصد میکنین، یک خاطربالی، یک آسودگی وجدان و ضمیر و آرامش برای انسان دست میده که یکی از او اهداف عبادت میتونه باشه. در کنار از این عبادت و بندگی خدا راهی است برای آزادی انسان. چگونه؟ به این معنا که وقتی که انسان به یک ذات سر فرود آورد به دیگه کس فرود نمیاره و اسلام امیر میخواد از انسان. معنای از این که ولا تشرکوا به شیء اینه به هیچ کس دیگه تسلیم نشه. لا اله الا الله مفهوم از او همین است که یک ذات است که انسان در مقابل از او سر کنش میگذاره. به او خاطر این قضیه اساسی است و پیامی که مثلا ربیعی بن عامر ببینین وقتی که یک صحابی میره به دیدار فرس و رستم پیش از او میگه شما چی آوردیم، چی هستین، چی پیام داریم، چی گپ دارین؟ برای از او میگه جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ما بنده ها رو آمدیم که از بندگی بنده ها آزاد کنیم، به اونا را به بندگی الله متعال. وقتی این راهی است برای آزادی انسان. انسان دیگه در مقابل هیچ طغیان، هیچ طاغوت و هیچ ظالمی چقدر سر فرود نمیاره و آزاده زندگی میکنه. و عبادت یک چیز دیگه هم است، خود از آزمایش الهی است. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بنده ها را آزمایش کنه. چی است عبادت؟ آزمایش است. آیا ما در همین هدف زندگی خود، در همین عبادت، آیا ما موفق از می بیرون میشیم یا نه؟ به این ترتیب است که یک آزمایش هم میتونه باشه. و همونطوری که عبادت یک هدف اصلی داره، در جزئیات عبادت هم که بیایم، در شعائر هم بیایم، به همین شکل است. درست. الله متعال یک هدف تعیین میکنه، مثلا به عنوان مثال که واضح تر باشه، وقتی که نماز مطرح میشه الله متعال میگه اقم الصلاة لذکری. هدف و مقصد از نماز چی است؟ ذکر الله متعال. نمازی که انسان میخونه باید یاد الله متعال در قلب از او زنده باشه. اینالی در کنار از این دیگه اهداف جزئی هم هست. در آیات دیگه چی میگه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دوری از فحشا و منکرات چی است؟ به خاطر به تعقیب باید میگه ولذکر الله اکبر. یعنی این مسائل و چی است؟ عبادت های جدید و تازه در اسلام وارد شده یا همون عبادت هایی که در ادیان دیگری بوده همون را مستقیم به اسلام هم آمده و همون چیز هست؟ در مورد عبادت که آیا در اسلام عبادت خود در همه ادیان بوده، همونطوری که گفتیم اسلام چی تازگی داره در این مورد؟ همه ادیانی که آمدن، همه ادیان مردم رو دعوت کردن که
عبادت الله متعال بکنن. بله. نکته ای که ما مواجه میشیم با او در عبادت اسلامی، اولین ویژگی از او شمولیت از او هست. بله. فراگیری عبادت هسته. عبادت تمام عرصه های زندگی را در اسلام در بر میگیره. هم عرصه ها را در بر میگیره که این میتونه شاعر باشه، عمل خیری باشه، اخلاق باشه، فضائل باشه، اصلاحگری میان مردم باشه، معیشت زندگی باشه و عیادت از مریض باشه. کل این قضایا رو میتونه چیکار بکنه؟ عبادت. این شمولیت را فکر میکنن بر دیگر ادیان نمیبینیم؟ نه، این شمولیت در دیگه ادیان نبود، به مظاهر خاص عبادی چی خلاصه میشه و این مسئله. درست. تشکر استاد. یک میان برنامه کوتاه داریم. بیننده های عزیز دوباره با شما خواهد بود. بیننده های عزیز، ادامه برنامه امت وسط هست. یک بار دیگر شما عزیزان را خوش آمدید میگم و در مورد تفاوت های عبادت در اسلام و در ادیان گذشته صحبت میکردیم. جناب استاد، این تفاوت های بعدی چی هست؟ که از آن شمولیت و فراگیری بود. بعدیش هم میخوایم. به هر حال قضیه که هست، ما اگر مراجعه کنیم به قرآن کریم، یعنی بسیاری از مکلفیت ها برای انسان گذاشته شده که اینا همگی عبادت است. وقتی که شما میبینید تعبیرهای مختلف در آغاز قرآن کریم در سوره ابتدایی رو ببینید، میگه کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت به والدین و فلان اقربین و اینا. این معانی و مفاهیمی هست. کتب علیکم القتال و کل از این مسائل، اینا همگی جوانب متعدد است، دایره ها، عرصه های مختلف است. از نماز، از روزه، از قتال، جهاد فی سبیل الله، از وصیت برای والدین و اقربین و این مسائل. در مسائل کل از این مسائل، قصاص در حدود و این مسائل، کل از اینها عبادت هسته. انجام از اینا، حتی روزی کسی از پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذشت، با اصحاب با پیامبر نشسته بودن، بسیار با سرعت روان بود. گفتن که یا رسول خدا، اگر سرعت از یمی شتاب از این در جهاد و در قتال می بود چقدر خوب بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر بیرون شده به خاطر فرزند خود که برای از او خیری برسانه، ای در راه خدا هسته. اگه بیرون شده به خاطر از اینکه نیازهای خود رفع کنه، نیازهای خانواده خود رفع کنه، والدین خود، پدر مادر خود چی کنه، اینا همگی در راه خداست. یعنی اینا همگی عبادت محسوب میشه. در قضیه دیگه که هسته، عبادت در اسلام توانسته یک رابطه دائمی میان انسان و الله برگزار کنه. شما فقط یک نمونه اگر نماز رو ببینین، شما نماز یک رابطه دائمی در جریان روز بین بنده و الله هست. صبحگاه وقت در بامداد که انسان از خواب بیدار میشه، یک ملاقات با الله داره. یک گفتگویی است. نماز هست گفتگو بین خدا و بنده. نماز است که با خدای خود عهد و پیمان بسته میکنه. در جریان روز کارهای روز میشه، در ظهر که میشه باز پس دوباره با ملاقات الله میره و باز بعد از او عصر است، در پایان یک کار، یک روز کاری به شتاب به سوی ملاقات الله میره. در آغاز شب شامگاه، مغرب و در آخر شب در خفتن. اینا ملاقات هایی هست که او پی در پی رابطه انسان رو با خداوند چی میکنه و باز با تفاوت در این شعائر، نماز، روزه، زکات، هر کدام یک نوع رابطه از این هسته و در جریان از این شعائر هر عمل که انسان انجام میده، ابتکار دیگه اسلام در این هسته که با عنصر نیت این کارهای مباح به عبادت تبدیل میکنه. بله، این چیزهای جدید است در اسلام. طبعا این چیزهای هست. هر عملی که انسان در جریان روز انجام میده، به شرط از این که از روی اخلاص باشه و به خاطر هدف اصلی زندگی از او باشه، او تبدیل میشه به چیز. و اصلاحات دیگه هست که تحریف‌های دیگر از بین برده. در عبادت ها که چی هست؟ عبادت ها خالص به خاطر الله انجام میشه. موازنه و آورده بین کارهای دنیوی و کارهای معنوی و اصلا فلسفه رو گذاشته به این که هر کاری که مقصد از او الله باشه، هر کاری که انجام میده و در او برآورده شدن یکی از مقاصد اصلی زندگی از او باشه و به او اقامه دین الهی در روی زمین مفید می باشه، او عبادت می باشه.
تقسیم از او به همین نوع شده. اگه قرار باشه عملی را انجام میده که یکی از شاعر را انجام میده که در او اخلاص نباشه یا در او افاده به او مفهوم اصلی از او که به خاطر اقامه دین الهی در روی زمین است، خود از او زیر سوال میره و که آیا او کار دینی هست یا نیست. به این ترتیب معانی متفاوت را میتونیم از این قضایا بگیریم و دیگه نوآوری که هست و اصلاحی که هست. ما نماز هست در ادیان گذشته و در ایم، ولیکن نماز ما با اون نمازها فرق داره. طریقی از او گفتم یک رابطه دوامدار هسته. این مسائلی هسته که چی هسته؟ وقتی که شما در عبادات دیگر در زکات ببینین فرق آمده و هدف بر از او تعیین کرده، در صوم فرق‌های هسته، فرق‌های اساسی در اونها وجود داره. در کنار از این که هسته، ما وقتی که میگیم قضیه در دعایی که انسان میکنه در مورد همین چیایی که عبادی است که به او خاطر بر از او آموزش میده که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن در دعای خود اللهم اصلح لی دینی التي هو عصمت امری و اصلح دنیای التي فيها معاشی و اصلح لی آخرتی. کل از این قضایایی هست که معنا و مفهوم تازه‌ای و تفاوت را نشان میده در دین اسلام نسبت به و در ادیان گذشته. آیا عبادت کردن بنده از روی محبت است یا از روی خوف و ترس جناب استاد؟ قضیه که هست عموما شبهات طبعا در طول مقاطع تاریخی مختلف ایجاد شده و باز علما بر از او پاسخ‌هایی هم دادن. یکی از او قضایای ابتدایی که بود در همین قضیه، بعضی از او کسایی که در علم کلام بگوییم، فلسفه بگوییم، قضایای مربوط به او بود، مسائل را چی کردن که این محبت انسان با الله متعال این واقعی و چی نمیتونه باشه و این محبت یک نوعی چی هست و معنا و مفهوم عبادت همون خضوع و فروتنی هست و دیگه چیزی نمی باشه. بر از این هر کدام از علما پاسخهایی دادن در همون عصر. یکی از او کسایی که به این قضیه پرداخت امام غزالی رحمت الله علیه که دکتر قرضاوی در کتاب عبادت در اسلام خودم ذکر میکنه و در کتاب احیاء غزالی صاحب ابو حامد غزالی آمده و او میگه که این محبت کامل فقط به ذات الله متعال امکان پذیر هست که انسان داشته باشه و بعد از او 5 سبب و علت بیان میکنه به خاطر دوست داشتن. میگه انسان وجود کمال و پایداری خود دوست داره، یک سببی است. درست. دومین این است کسی که به این استمرار از این بقا و کمال مؤثر باشه و نفع بر از او برسانه و ضرر از او رفع بکنه، او رو دوست می داشته باشه. قضیه سومی که میتونه تأثیر گذار در این قضیه باشه اویی است که این محبتی که انسان هر کسی را که به کسی دیگه نیکی میکنه او رو دوست داره ولی که به خودش نباشه. قضیه چهارم این است که انسان چیزی که زیبا در ذات خود زیبا باشه او رو دوست می‌داره، زیبایی ظاهری یا باطنی باشه. و پنجم میگه انسان که با کسی که رابطه نهانی و پنهانی داره او رو دوست می‌داره. به این ترتیب هست که معنا پیدا میکنه و باز بعد از اون میگویه که هر کدام از این اسباب با هم جمع بشه محبت 2 یا چند برابر میشه و این 5 سبب و چیا جمع از اینا و کمال اینا فقط در ذات الله متعال متصور است. و باز به تشریح از این پرداخته و این قضیه را با علمای کلام رد کرده و اندیشی از اونها را و محبت انسان به الله متعال یک چیز بسیار طبیعی و چی میدانه. و در ابن قیم هم در کنار معنای اصلی عبادت همو غایت خضوع و فرمانبرداری را ذکر میکنه. بله ابن قیم هم به مثل استاد خود ابن تیمیه خود طبعا او باز شرح و بست بسیار زیادتری داده و کسی که خواسته باشه این بخونه در کتابای از او میتونه کتابای مختلف مراجعه کنه. در جایی هم میگه که هر محبت به غیر از خدا فاسد و هر تعظیمی به جز دستور او باطل میباشه. بله این مفاهیم است که محبت کامل
محبت خود تئوری است که نسبی هم میتونه. انسان با پدر و مادر خود محبت میتونه داشته باشه، با دوست خود، با رفیق خود، با همسر خود، با فرزندان خود محبت کاملی که هست او از آن ذات برتر است. و یک تعداد کسایی هستن میان در فهم عبادت میگن که محبت از سوی مخلوق نسبت به خالق کس امکان ندارد، وظیفه او تنها فرمانبرداری و خضوع است و بس. همین قضیه که شما پیشتر در علم علمای کنون گفتیم ادعای همین رو میگوین و این مثلا از طرف علما همونطور که گفتم رد شده مسئله چی شد؟ درست. آیا محبت جناب استاد که محبت خداوند شرط الزامی است یا چیز دیگه؟ این لازم است ما محبت با خدا داشته باشیم؟ طبعا الله متعال میفرماید که وقتی که آیه هست که یا ایها الذین آمنوا من ارتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خداوند قومی رو میاره یحبهم و یحبونه. صحیح شد؟ و مو عبادتی که ما گفتیم من خشوع و خضوع چگونه می باشه؟ آیا با یک خشوع و خضوع ظاهری یک عمل پذیرفته میشه؟ ابدا. شما آیا نماز را به خاطر چی خدا اطمینان قلبی و قناعت قلبی شما او را انجام ندین او پذیرفته میشه؟ عبادت پذیرفته نمیشه. منافقینی که بودن در ظاهر انجام میدادن این کارها را ولکن قبول نداشتن، اطمینان قلبی نبود. به او خاطر شرط الزامی هست. کسانی که رد میگن گفتم علما در این مورد بسیار صحبت ها کردن. امام غزالی بسیار مشرح می چیز خلاصه فقط اسباب را گفتم برای شما و در مورد هر کدام از اینا در کتاب احیاء العلوم خود شرح و بست میده. این قضیه را رد میکنه و این مسئله به این شکل ساده چی نیست. اگه محبت همراه خضوع چی نباشه اون معنا پیدا نمیکنه، او قضیه درست نمیشه. و در این آیات و احادیث بسیار زیادی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعای خود میگه اللهم انی اسالک رضاک و جنه، اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. یعنی این حب الله متعال در دعای خود از چی میخواد. جناب استاد سوال دیگه که مطرح میشه آیا عبادت کردن الله، عبادت کردن بنده الله را کدام فایده برای الله داره؟ فایده و ضرر داشته باشه این فایده میرسونه برای الله؟ اصلا یک قضیه اساسی رو ما باید بفهمیم که الله متعال بی‌نیاز هست، ذات بی‌نیازی است، نیازی برای از این عبادات ما نداره. و ما اگر برگردیم با آیات قرآن که میگوید که آیات در جاهای مختلف آمده که ان الله غنی عن العالمین، خداوند بی‌نیاز از عالمین، نیاز و ضرورت به عبادت‌های از اونها نداره. و در جای دیگه مثلا مطرح میکنه الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیث قدسی که فرمودند الله متعال میگه ای بنی آدم، از اونها میگه که اگر اول شما و آخر شما کلگی بر قلب اتقاترین انسان جمع شوه، صحیح شد، ما زاد ذلك فی ملکی، این چیزی در ملک من اضافه نمیکنه. و اگر اول شما و آخر شما همگی جمع شوند بر بدترین قلب، او از ملک ما چیزی کم نمیکنه. این مسائل بیان شده و قضایه است. و در حدیث دیگه قدسی است که الله متعال میگه ای بنده های من شما رو خلق نکردم که ملک خدا اضافه بکنم، من خلق نکردم شما را که مثلا قوت خدا اضافه بکنم، من برای شما نیاز داشته باشم، استأنس بكم من وحشت، از خاطر تنهایی خدا شما را خلق نکردم. این چیا نیست. چرا میگه شما را خلق کردم که شما فعبدونی، به خاطر که شما مرا عبادت کنین و تسبیح مرا بگوین، تقدیس مرا بگوین. پس نتیجه میگیریم که هیچ نیاز نداره اصلا، هیچ نیاز الله متعال به عبادت ما و برای چی ما نداره. ولکن این حق الله متعال بر بنده هست که الله متعال وقتی که اینقدر نعمت ها برای از او داده و او زندگی بخشیده، کل جهان هستی از آسمان ها و زمین و حیوانات و گیاهان و بحر و دریا و زمین و همه چیزه وقتی که در اختیار از او قرار داده و او را خلیفه خود در روی زمین گردانیده،
حق الله متعال بر این بنده است که باید الله خود پرستش بکنه و در اون مقابل از او خضوع فرمانداری شه. و این خشوع و خضوع و این عبادت باید از قلب باشه، باید همراه محبت باشه. اگه همراه محبت و قضیه قلبی نباشه او ارزش نمی داشته باشه و مفید نیست. بیننده‌های عزیز، به پایان برنامه این هفته امت وسط رسیدیم. تشکر میکنیم از جناب استاد و همچنان از شما عزیزایی که این بحث را دنبال کردین. تا برنامه بعد و روز بعد همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. الله نگهدار.